میدونم میخواین چی بگین. من 3 هفته یه ماهی نبودم توی یوتیوب و میدونید دیگه مدرسه ها شروع شد و منم سال آخرمه و یکم درگیریم و تحت فشار. به هر حال بعد یه ما برگشتم، محتوایی نداشتم و رفتم توی یوتیوب بگردم ببینم اگه موضوعی هست، چیزی ترند شده تخریبش کنیم یا طرفدار چیزی موضوعی دوباره پررو شدن بتوپیم بهشون. و دیدم که همه با هم درگیرن و اینجوری بودم که چه خبرتونه تو خوشگل منی، بنده جون منی، بالا بری پایین بیای تو مال من. تو زدی منو پسته، قلبمو میدی پسته، من حالم خوبه اما هنوز دارم باید حواشی اول برمیگرده و حواشی که مانی داشت به اون دختر بنده خدا، مثل اینکه چند وقتی با هم در ارتباط بودن، بعد مانی ولش میکنه، اینم فشاری میشه، میاد چتاشو شروع میکنه، بعد جفتشون میافتن من غلط کردن. و جلوش اینه مانی اولش میگفت من نبودم، اگه بودم میگفتم، بعد خودش من معذرت خواهی کرد و الان خیلی چیز عجیب غریبیه. منم نمیخوام قضاوت کنم و جفتشون مقصرم. قاضی ام ایول. و اینکه بخواستم بگم که فنای مانی میگفتن مانی خوب است، باز از اون ور یه سری از دخترا میگفتن نه مانی مقصره. مثلا یک جنگی بین اون دو تا بود، من فقط نگاه کردم بهش و ایول من همین وسط بودم و من طرف حق بودم و تو این داستان حق حقیقتا بی‌طرف بود. و اینجوری بود که الان سه تفنگدار مینامن اکیپ مانی و علیز جون و محمد افشار رو و خیلی هیترشون شدن، ولی باید پذیرفت که اینا اسطورن و شما هیترهای گرامی نمیتونید این سه تا اسطوره رو از پا در بیارید. مانی قبول کرده، اشتباه کرده، اونم همینطور و این داستان هم تموم شد به خوشی و حمدالله. ولی خب یکم وجهه بری داشت برای یوتیوب مانی و بیشتر که برگردن بالا تولشون، ولی یوتیوبرای دلغک مثل من قطعا نمیذارن دو روز اولشون برگردن. ولی نه، من همین ویدیو رو میسازم و همین تمام، خدافظ. بریم سراغ پژمان بازیقی. پژمان بازیقی چیه احمق؟ پژمان جمشیدی. به هر حال مثل اینکه برای ایشون هم یه حواشی مثل آقای مانی به وجود اومده، بهش اتهاماتی وارد شده که هیچ کس قبول نداره، همه میگن حرف پژمانه و آزادش کردن. بعد استوری گذاشته کار من نبوده و پزشکانی اینو گفته و نمیدونم من میخوام برم به بابام سر بزنم و بعد رفته کانادا و یه سری میم راجع به این موضوع بیرون اومد و به طور کل عجیب بود. خیلی مردم اینجوری بودن که نه پژمان خیلی آدم خوبیه و نمیگم آدم بدیه، ولی کم از مردم ایران بعید بود واقعا که هیچکی بهش هیت نداد. یکم سورپرایز شدم حقیقتا. خب خدا رو شکر حداقل دیگه یک نفر رو در این جامعه میشناسن و براش ارزش قائلن و مرسی از شما. و یک سری میم هم راجع به این دو تا عزیز بیرون اومده که داریم میبینیم دیگه، میگه مانی اون بچه رو بدش به من. ولی میگم برای میمرا خیلی خوب شد، ما که کیف کردیم تو این دو تا حواشی، ایول عالی بودین. به نظر من برنده حواشی پژمان جمشیدی عزیز شهر فرش بود، چون انقدر گیف و میم و این داستانا از این عزیز اومد بیرون که به نظرم برندش شهر فرش بود تا هر کس دیگه. ببخشید اگه لحنم تو این ویدیو یکم فرق کرده، چون یک ماه ویدیو نگرفتم یادم رفته. داداش دکمه ضبط کدوم بود؟ واستا ببینم. آها women. ویدیو رو قطع نکنین، این ویدیو چرت و پرت نیست. بازم حواشی داریم در ادامه. مثلا همین دوستمون که فود بلاگره به اصطلاح و بستنی میخوره و من اسمشو نمیدونم و هر بار بستنی میخوره من فشاری میشم. این دوستمون مثل این که با BTS فنا در افتاده، یه بی احترامی می‌کرد یا حالا هر چیزی و BTS فنا رو ریختن سرش و کلی کامنت‌های تیک تاکشو زیر و رو کردن و این دوستمون معذرت خواهی کرده، ولی بعد دوباره مثل اینکه توپیده بهشون و دست بردارم نیست و همونطور BTS فنا دست بردار نیستن و همونطور ایرانی هایی که به BTS فنا میگن شما وطنتون رو فروختید به خاطر 7 تا بچه خوشگل. باز اینا رو اصلا یک درگیری خاصی بین اینا به وجود اومده و برای من عجیبه چرا BTS فنا به من کاری نداشتن. خب مشخصه دیگه، هاش بگم این یه اسطوره است، جرأت ندارن به من چیزی بگن. مثل این که یه حواشی هم این پرشین روست داشته با
امیرزاده عزیز که کلا امیرزاده معروفه توی حواشی داشتن، دست خودش هم نیست، حواشیه که امیرزاده عزیز رو میکشه به سمت خودش. خلاص اینا یه حواشی داشتن، تاشون نفهمیدم چی شد، این تو بود به اون بعد گفت عصبانی بودن ببخشید، بعد یه شدن داداشی. اصلا یوتیوب فارسی دیگه داداش. از یوتیوب فارسی که بگذریم، مثل این که رئال و بارسا هم بازی داشتن و به بارسایی عزیزم تسلیت میگم، امیدوارم که غم آخرتون باشه. باخت بدی بود میدونم، یه سری تیکه های بهتون انداختن، اومدن بهتون گفتن که اگه همه گلای رئال رو قبول میکردن یه خاطره بد براتون تجدید میشد. میدونم خیلی سخته، ولی باید تحمل کنید دیگه، بالاخره میگذره. این همه شما رئال بردین، یه بارم رئال شما رو ببره. شاید بپرسین تو طرفدار کدومی، باید بگم اصلا به تو هیچ ربطی نداره، چون من در خطرم. اگه بیام علاقمو به شما بگم، شما منو مسخره میکنید، چون من علاقه شما رو مسخره میکنم. اصلا مسخرهشو در آوردین. از حواشی بارسا رئال هم که بگذریم، میرسیم به پخش شدن سریال یوسف که این دفعه میم های زیادی از این سریال اومد بیرون. همه در شب آفلاین بودن، اصلا یه وضعیت عجیبی بود تو این دورانی که این سریال بیاد موندنی پخش شد. من که ندیدم چون علاقه من نبودم، ولی خب میم های باحالی ازش اومد بیرون که بیان یه چند تاشو با هم ببینیم. من میدونم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. ممنونم از اون 25 تا سابسکرایبری که کانال بنده رو دنبال کردن و اینکه سعی میکنم، قول نمیدم که ویدیو بذارم، حداقل ماهی یه بار ویدیو بذارم. سعی میکنم ویدیو بعدی انشالله اگر خدا بخواد ویدیوی همکلاسی هست، چون استقبال شما از ویدیوی دبیرستان خیلی زیاد بود، اونم به احتمال همونه. حالا کی آپلود میشه یه ماه دیگه، الان شاید هم یه روز دیگه کی میدونه. ولی آره، لایک، کامنت، سابسکرایب. آها، کانال تلگرام زدیم، چرا میای نگاه میکنین عضو نمیشین؟ بیاین نگاه کنین عضو شین. بیاد پیویم خلوته، من چند وقت دیگه معروف میشم، گیرم نمیارید. خب لطفاً دنبال کنید، بیاین اونجا، میذارم، هزینه میکنم، شما بشینین هزینه کنین، نگاه کنین، کیف کنین، صحبت میکنیم اونجا، چت داره داداش، عشق کن اونجا، پر میم و بیا استفاده کنه کانال تلگرام و لذت ببره. و ای کاش من مخاطب بودم مثل شما و یه حاج بنجامینی بود که برام ویدیو آپلود میکرد. خلاصه ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید، یا شاید هم نبودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک، کامنت، کانال تلگرام یادتون نره. و تا یه ویدیو دیگه باش بنجامین.